مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری خبر دادند که شام 2 اکتبر سال 2023 ساعت 19:03 دقیقه به وقت محلی در تاجیکستان یک زمین لرزه سخت اقتدارش طبق جدول ریختر 5.3 بال رخ داده است. مرکزهای زلزله‌نگاری اروپا و بحر میان زمین خبر دادند که مرکز این آفت طبیعی در فاصله 44 کیلومتر به سمت جنوب و شرق از موضع قرقینجه یک نقطه اهالی نشین با 2800 اهالی در نویه لخش یا جرگتال در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با قرقیزستان جایگیر شده زمین در عمق 13 کیلومتر لرزیده است. اما پایگاه بین المللی زلزله‌نگاری خبر داد که مرکز زمین لرزه در فاصله 48 کیلومتر به سمت جنوب و شرق از قرقنجه جایگیر شده زمین لرزه در عمق 15 کیلومتر به عمل آمده است. نهادهای زلزله‌نگاری خود تاجیکستان تا این لحظه درباره زمین لرزه اخیر معلومات رسمی نشر نکردند. درباره کدام خسارات یا تلفات بر اثر این آفت طبیعی نیست تا این لحظه خبری به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.